بنا به اطلاع منابع سامانه بامداد، دوملا عبدالحق سرخطیب مسجد مرکزی نویه شومنصور شهر دوشنبه شام 19 اپریل از جانب کارمندان شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در نویه فردوسی پایتخت بازداشت شده است. مقامات امنیتی سبب بازداشت روحانی شناخته را شرح ندادند، ولی به گفته منابع بامداد بازداشت دوملا عبدالحق امگی چند روز بعد مویزه پرسر و صدایش در مراسم دفن دوملا حکمت الله تاجک آبادی صورت گرفت. در ویدیویی که به اداره سامانه بامداد فرستادن دیده می شود که دوملا عبدالحق در مراسم دفن دوملا حکمت الله او را یکی از پیشواهای بزرگ ما نام برده از آن اظهار ندامت می کند که حتی زمان فرا رسید که یک عالم و دانشمند در میان مردم باقی نماند. خداوند همه عالمان و دانشمندها را پی هم از میان بردن گرفت، چنانه که چند سال می شود در این سرزمین ما پیشواها یک فصیل دیگری رفته ایستادند. وقتی که خداوند عالمها را از میان برد و عالمی را در این حیات در این روی زمین باقی نگذاشت، مردم پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. وقتی که چنین انسانها در میان مردم باقی نماند، خداوند عالمی را باقی نگذاشت، مردم دیگر پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. بنا به اطلاع همصحبتان بامداد، مقامات امنیتی در این مقایسه گویا اشاره ها به پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان را دیدند که سال 2016 با قبول یک قانون ویژه پیشوای ملت اعلان شد. ولی یکی از افراد نزدیک به دوملا عبدالحق گفت مویزه او در مراسم دفن دوملا حکمت الله تاجک آبادی یگان پیام سیاسی نداشت و منظورش به پیشواهای جاهل و نادان تنها به آن خادمان دین بود که با دانش به مراتب کمتر از شخصیت‌های چون دوملا حکمت الله تاجک آبادی فتوا صادر می‌کنند. دوملا حکمت الله تاجک آبادی یکی از معتبرترین از روحانیان سنتگرای تاجک روز 13 اپریل در روز اول ماه شریف رمضان در سن 80 از عالم چشم پوشید و روز 14 اپریل در زادگاهش در دهه غلمان ناحیه تاجک آباد به خاک سپریده شد.